کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به سهم ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که بنا به پیشبینی هواشناسان از 16 تا 20 فوریه سال 2024 در قلمرو جمهوری حرارت هوا شدیداً پایین رفته، در وادی‌ها باران باریده، به برف خواهد پیچید. در ناحیه‌های کوهستان جمهوری بارشات شدید برف و در راه‌های کوهستانی جمع شدن برف‌توده‌ها و یخبندی پیش بینی کرده می شود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان و مهمانان تاجیکستان خواسته است که در این روزها بدون ضرورت عاجل با راه‌های کوهستانی سفر نکنند، از جمله کارهای کشاورزی، چرانیدن چاروا، هیزمچینی و شکار در مناطق کوهستان خودداری ورزند. هنگام گرم کردن خانه‌ها و استفاده دستگاه‌های گرمدهی و بخاری‌ها قاعده‌های بی‌خطری از سوختار را قطعاً رعایت کنند. همچنین کمیته به ساکنان ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی در آستانه فصل سرد بر رعایت قاعده‌های بی‌خطری چند توصیه می‌دهد. نوابسته از آن که شما صاحب چگونه منزل استقامتی اید، باید ذخیره هیزم و انگشت داشته باشید. خانه‌های خود را گرم نگاه دارید. از استفاده دستگاه‌های خودساخت برقی برای گرم کردن خانه و خودداری نمایید. هنگام باد شدید زیر درختان، سیمچوب‌های انتقال برق، ستون‌های رکلم به پناه نبرید. باوری حاصل نمایید که چاروای خانگی شما در جای امن است و سردی تاثیرش ندارد. درباره ذخیره غذا به چاروا و آب نیز سر وقت فکر کنید. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر خاطررسانی می‌کند که چرخ‌های تابستانه را به زمستانه عوض نمایید. ماشین‌های کلان حجم بارکش را با همه گونه واسطه‌های احتیاطی از جمله ابزار ضد لغزش، زنجیرها، بیل‌ها، فانوس‌ها تامین نمایید. هنگام حرکت در راه‌های کوهی فاصله بین ماشین‌ها را نظر به حالت‌های معمولی درازتر گذارید، زیرا در راه‌های پرلای و یخی نگاه داشتن ماشین مشکل است. در حالت پیش آمدن این یا آن حالت فوق‌العاده به تلفن‌های زیرین به قسم نوبداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و بخش‌های ولایتی و شهری و ناحیوی زنگ زنید و از مشکل به سرتان آمده خبر دهید. نوبدار مسئول در کمیته 112 93 880 28 19 221 91 19 223 13 11